نجف‌زاده در گزارش امشبش جایی قدم گذاشته که قدم زدن در بعضی نقاطش توی دل آدم رو خالی میکنه. خانم آقایان به فرودگاه سنندج خوش آمدید. رسیدیم کردستان. بنویس. مشتی بنویس از یادگاری های شوم، از قاتلان خاموش. چه برای خرده قاچاقچی ها، چه برای پوکه فروش های بازارهای نامرئی. بنده سلیمانی هستم، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان. رئیس بنیاد شهید، ما چه تعداد اینجا جانباز و شهید تقدیم می‌کنیم؟ 530 نفر ما در این حوادث به شهادت رسیدن بر اثر انفجار مین. قطعا این آمار کسانی که معلول شدن در بحث انفجار مین بیش از این 500 نفر است. یعنی سرکوت الان تحت پوشش بنیاد است. من شادیم، خواهر سرکوت. ما سه تا داشتیم بازی میکردیم. بشیر رفت روی مین. سرکوت از این وقت دیگه حرب نمیزنه. کشان کشان می رویم استانداری. درست دم در استانداری یک سرباز ایستاده بود که داشت آرزوهایش را کیسه می کشید. کی تمام می شود پس؟ شهبازی هستم، استاندار استان کردستان. ما امید داریم که تا پایان سال 90 شاهد جشن پاکسازی مین در استان کردستان باشه. یعنی تقریبا چند هکتار زمین میشه؟ هکتار حدوداً اول باید آماری داشته باشی از تعداد مینهای مانده بر زمین. آمار خاصی رو ندارم. بعد بروی سراغ ساکنان روستایی که در شیب کوه زندگی میکنند. ما خیلی نگرانیم بریم روی ما. بودجه مشکلی نداریم، موردی نداریم. به هم بودجه مشکلی ندارد. مینیاب ها هم که دست از جان عزیز شستند. زحمت بکشید یکم عقب‌تر بایستید. ممنون. مشکل کجاست؟ شاید ابراهیم خبر دارد. قبلا به دانشگاه اعلام کردن که اون محل کاملا پاکسازی شده. پاکسازی شده؟ بله. کی ادعا کرده پاکسازی شده؟ شاید خبرنگار محلی به مختصات صبور این سرزمین بیشتر سوار باشد. این ورمزیار. اینجا مناطق مرزی استان کردستان از همین شیبی که پشت سر بنده مشاهده می‌کنید قبلا مینگذاری شده و با فرسایش و خاک و بارندگی هایی که شکل میگیره این مین‌ها یواشیاش به طرف پایین حرکت می‌کنند و در مسیر عبور آبران قرار می‌گیرند. تو گفتی کار باران است که آسو شبها آسوده نمی‌خوابد. سلام. مثلا کریمیان کجاست؟ داشتن بازیش میکردن، نمیدونم چی کارش میکردن و اینا، من که ندیدم بودم. اینا دیدم. خب یهو منفجر شد. پسرم زخمی شد، خانم زخمی شد، دخترم زخمی شد. شبا بیدارم درد میکنه. ما اصلا با مادر مصاحبه نکردیم. مادر اما همه حرفهایش را زد، با بغضی که هر لحظه میخواست منفجر شود، مثل مینهایی که سالها پیش غریبه ها اینجا کاشتند. دو تا از بچه‌های محل مین آورده بودن همینجا داشتن باش بازی میکردن، میهم منفجر شد. گاهی هم این مینها نشان به نشان خیانت گروهک‌هایی است که مردم صبور کردستان هزینه‌های آزگارشان را سالهاست پس میدهند. به لحاظ بارش‌های شدید منطقه، جابجایی خاک و جابجایی‌های سرزمینی، تقریباً اینها گم شده هستند. اینهای زده نفر منطقه تله نیستن. بیشتر بچه‌ها و مردم به خاطر بیرنگ بودن و همجنس بودن این با زمین فریب میخورن و میرن رو میرن. باران در این سرزمین شبیه باران در هیچ سرزمینی نیست. باران